اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، امروز با هم درباره تربیت فرزند صحبت میکنیم. موضوعی که برای هر یک پدر و مادر، چه پدر و مادری که فرزند دارند و چه نفرانی که بعداً انشاءالله صاحب فرزند میشوند خیلی مهم است. درست است که برای تربیت کردن فرزند جهد و کوشش طلب میکند و خود از خود فرزند تربیت نمی شود و نفرانی که با تکیه کردن به تقدیر میگویند هر کسی که خدا خواست خودش انصاف میدهد، اینجا انصاف در دست خدا هست، هرچی کنید نکنید هم دیگر به فرزند وابستگی دارد، این همش گریختن از مسئولیت می باشد. برای آنکه برابر ایمان داشتن به تقدیر که هر یک چیز به دست خداست، ما باید از عمل کردن هم هرگز دست نکشیم. انا برای همین خودی الله میگوید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای آنهایی که ایمان آوردید، خودتان و اهل خانوادهتان را از عذاب جهنم نجات دهید. و اگر همه چیز به دست الله می بود و اگر تماما ما نباید عمل کنیم و فقط به تقدیر تکیه کنیم بود، مسئله خواه در رزق پیدا کردن، خواه زندگی، خواه در تربیت فرزند، همه اش دگرگون می شد. ولیکن ما برابر ایمانی 100% داشتن به تقدیر باید در عمل هم باشیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی شما مسئول هستید، مسئولیت دار هستید بالای خانواده اتان و یا خود بالای زیر دستانتان. و امام مسئولیت دارد بالای نفرانی که زیر دستش هست و مرد مسئول است از اهل خانواده اش، همسرش و فرزندانش. و حتی زن مسئول خانه شوهرش هست، مسئول تربیت فرزندانش هست. و در دوامش میگویند شمایان از مسئولیت خود پرسیده میشوید. پس برابر این ایمان داشتن که انصاف به دست خداست، حتما باید پدر و مادر کوشش خود را به راه مانند و تا می توانند در تربیت درست فرزند خود کوشا باشند. برای آنکه تربیت درستی که در کوچکی به فرزند داده می شود، این سبب موفق گشتن فرزند در آینده و یک نفری که هم صاحب احترام می شود و هم خود دیگران را احترام می کند. و هر کودکی که از خورده تربیت درست از پدر و مادر گرفت تا پیران سالی، همه در اخلاق او و در نشستن با او و عموما در تمام روش های او از او ستایش میکنند و میگویند تربیت خوب دارد، برعکس نفرانی که در خانواده خود تربیت درست نگرفته اند و تا پیران سالی ضرر آنها به دیگران میرسد. برای اون که ما با فرزندان خود هم در معامله هم در تربیت به یک راه درست رفته باشیم، امروز کوشش کردیم یک چند راه های بهترین و انشاءالله که بعد از جمع کردن بعضی از معلومات از کتاب های تربیت فرزند و راه های درستترین را برای شما عزیزان پیشکش کنیم تا اینکه با شنیدن این برنامه و این موضوع از این استفاده کنیم و برای تربیت فرزندان ما یک راه مفید باشد. اول شد عزیزان، در تربیت برای هر یک پدر و مادر مهمترین نکته این است که باید بدانیم که فرزند ما کودک است. چون درباره روش تربیت صحبت داریم، اساساً برنامه ما درباره کودکان است، یعنی از گفتیم تولد تا سن نورسی. برای اینکه از نورسی الکه فرزند جوان حسابیده می شود، با جوانان یک معامله خاص دیگر است، اگرچه بعضی از راههایی که در این برنامه هست به جوانها هم تعلق دارد. پس باید بدانند هر یک پدر و مادر که فرزند کودک است و کودکی خود را هم به خاطر آرند، زیرا اگر ما
فرزند را در سیمایش یک انسانی بزرگ تصور کرده از او چیزهایی که از انسانی بزرگ انتظار داریم اگر انتظار شدیم هم به خودمون آسیب میرسانیم هم به دنیای کودکانه فرزند خود و آن دنیایی که پروردگار برای کودکان و مرحله زندگی را خودش تقسیم کرده است از کودکی تا جوانی و تا میانسالی و کهنسالی اینها رو هیچ یک نفر نمیتواند تغییر دهد. اگر خواسته تغییر دادید حتما ضرری میرسد. اینجا مشکلی بسیاری از پدر و مادران در آن است که چیزهایی که از بزرگان انتظار دارند از فرزند کوچک خود انتظار دارند و برای همین اگر مبادا کودک 9 ساله و 10 ساله و حتی 11 ساله گفتیم یگان اشتباهی کودکانه کرد که در حق کودک ها این گونه اشتباهات جایز است، یک باره به کودک چنان عقاب یا جزای میدهند که گویا به یک نفری بزرگ داده ایستادند و یا اینکه خود را آنقدر به غم و غصه می اندازند که گویا که تمام مصیبت به سر آنها آمد و یک جوان 20 ساله و 21 ساله این عمل را انجام داد. پس وقت اشتباهی از کودک می شود، چه اشتباهی عملی چی اشتباه با کلام یا هر کاری خطایی که از کودک می شود، از همه پیش اولین چیزی که به فکر ما می رسد این باشد که او کودک است و از کودک چنین چیزها را باید انتظار شد، وگرنه اگر کودک این کارها را نکند او که انسان بزرگ است. اما مسئله ما با کودکان است. برای همین در خود شریعت هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند رفع القلم عن الثلاث عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یعقل. قلم از 3 نفر برداشته شده است. هر گناه کنن هم به آنها گناه نوشته نمی شود. اول هر نفری که خواب است تا بیدار نشود. نفری خواب در خوابش هرچی گفت و کرد و او گناهی نیست. اگرچه یگان مشکلی مالی یگان چیزی را شکست کار دیگر کرد ضمانت آن را می دهد و کودک هر کاری که کرد به او گناه نوشته نمی شود و این چنین مجنون نفری که دیوانه است هر گپی گفت و کار کرد به او در نامه اعمالش گناه نوشته نمی شود. و اینجا حضرت انس چون خادم پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و همش 10 ساله بودند که پیامبر مادرشان به خانه پیامبر آمده بودند، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی مرا برای چیز بجای میفرستادند ولی من بچه ها رو بازی کردن بچه ها رو می دیدم و فراموش می کردم. شاید که آن امری که پیامبر مرا فرستاده بودن خیلی ضرور بود، ولی فدای پیامبر شوم که پیامبر پس از مهلت انتظاری که می دیدن که من برنگشتم می آمدن و چیزی نگفته به من نگاه کرده خنده می کردن، یعنی تبسم می کردن که این که از بچگیش است بازی رو دید و فراموش کرد. و اینجا اگر هر پدر و مادر مسئله رو از نگاه کودک بینند، چی در کردن یگان خطا یا یگان کاری درست میکنم گویان خطا کردن، البته اگر با چشم کودکانه دیدیم این وقت کار خودش آسان می شود و آنقدر خودمون هم عصبی نمی شویم و به کودک هم آنقدر ضربه سخت نمی زنیم. پس پیش از همه اولین نکته در تربیه فرزند و یا برای یک مربی با کودکان این است که دانیم که او کودک است و از کودک چنین بعضی از کارها گاه خیلی اشتباه صادر شدن است ممکن است. و اینجا چیزی دیگر که در تربیه فرزند باید نگاه کرده شود این است که اول اینکه خطاگی های کودک را در حقیقت پدر و مادر نادیده نگیرند، به خطاگی های کودک جدا اهمیت دهند. اشتباهاتی که خواه در رفتارش میکند، خواه در معامله با خواهر و برادران و یا دوستان و یا با پدر و مادر، یعنی هر کوچکترین مناسبت منفی که در کودک دیده شد حتما به آن اهمیت داده شود. اول شده سببش را، سبب در چه است که کودک این کار را میکند؟ آیا به کسی تقلید کرده ایستاده است؟ آیا از کسی ناراحت است؟ آیا از کسی میخواهد انتقام گیرد؟ آیا به او کم اهمیت داده شده است؟ و از این چیزا. و اینجا ببینید که بعضی ها با دیدن یگان خطاگی یا اشتباه در فرزند یک باره به عقاب کردن یا جزا دادن کودک دست میزنیم.
در حالی که کودک شاید آن کار را کرده ایستاده است و فکر میکند که درست این کارش، یا اینکه این کار را کرده ایستاده است برای آنکه به او ضرر رسانیدن او هم میخواهد انتقام گیرد، یا یگان سبب دیگر. برای همین پیش از همه علل خصوص اگر اولین بار کودک این خطا رو کرد، باید بدانیم که سبب در چی است. سبب در چی است که به این چیز دست زد. اگر پشیمان شدن، خطا کردن، گفت مسئله دیگر. اما اگر بار دوم کرد و یا سوم کرد، چی دروغ گفتن باشد، چی دزدی کردن باشد که در کودکان می شود، چی خبرکشی باشد و یا مسئله های دیگر، حتما باید به این اهمیت داد. و چیزی که اینجا عزیزان باید قید کنیم، مسئله جزا دادن است. البته که جزا دادن جایز است و باید که در بعضی از خطاگی هایی که کودک میکند و او جزا داده شود. ولیکن مشکلی ما در آن است که ما در جزا دادن اکثریت مادران، شاید خود مادر هستم برای همین میگویم، ناعادلانه رفتار میکنیم. گاهی میشود که خطاگی که کودک کرد با یگان گپی عادی گفتن و یا از یگان چیز محروم کردن او را میشود جزا داد، اما از آن هم جزای سنگین را برای او ما استفاده میکنیم. و یا اینکه در وقت جزا دادن حتما عصبانیت، داد و فریاد کردن، حقارت و دشنام کردن و این اسلوب را استفاده میکنیم که متاسفانه پیش از اینکه به فرزند تاثیر کند، به سلامتی خودمان تاثیر میکند. و اکثریت زنهایی که در وقت به خطاگی کودک را دیدن با داد و فیغان و دشنام و کلتک زدن و ضرب و دیگر چیز از عموما زورآوری استفاده میکنند، پیش از همه خودشان به بعضی از بیماری های روانی گرفتار میشوند و حتی رفته رفته چنان عصبی میشوند که کوچکترین خطاگی رو هم تحمل کرده نمیتوانند. پس جزا دادن حتمی است، ولیکن باید عادلانه باشد و باید به خود مسلط باشد. پدر یا مادری که به خاطر یگان اشتباهی جدی میخواهد فرزندش را تنبیه کند، حتما باید با خونسردی و با عدم عصبانیت این عمل را انجام داد. و نگفته نمانیم که بهترین مربی دنیا این پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و طول حیاتشان یگان کودک را، حتی یگان همسر خود را با عصبانیت و دشنام کردن و زدن تربیه نداده بودند. و حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به یگان همسر خود هم دست نبرداشتند، به یگان خادم خود هم، و صدای بلند کتی دشنام هم، حتی دشنام هم نکردند. پس اسلوب تربیه و یک خطاگی را فهموندن به کودک نباید اول شده با عصبانیت باشد که در عصبانیت انسان الکی خود را کنترل کرده نمیتواند و عقلش که در دستش نیست میزنن گفته گاهی خیلی سختتر زده میمونند، یگان گپی عادی میگویم گفته خیلی دشنامی سخت کرده میمونند که کودک هم دیگر آن دشنام را برای خود عادی قبول میکند و به جای اصلاح کردن کودک را از بودش هم بدتر میکنند. شاید که بعد از ضرب و شتم و دشنام و داد و فریاد کودک دیگر به اون گناهش دست نزند، اما برای کودک خیلی تاثیرهای بد دارد. از آن که کودک هرچی بزرگ می شود و حتی در همان سن و سالش اگر کسی خطا کرد یا کسی کار کرد که به کودک پسند نآمد، عیناً کودک هم با همان اسلوب پدر و مادر به او جزا میدهد. برای همین بعضی مادرها میگویند فرزند کلانی من بیرحمانه خواهر و برادرش رو میزند یا خیلی دشنام های قبیح میکند و در اینجا من نمیدونم چیکار کنم. شاید شما هم در وقت خطاگی خیلی بیرحمانه آن فرزند رو زده بودید یا میزنید و یا اینکه پدرش و یا کسی دیگر او رو خیلی از این دشنام ها میکند که او هم در وقت عصبانی شده عیناً از همان اسلوب استفاده میکند. پس حتما باید این نکته رو برای خود گفتیم حتمی قرار بدیم که در وقت جزا دادن کودک برای
خطاگیش نباید اول شده عصبانی شد. اگر هم عصبانی شدیم بیاید عصبانیت خود را، غضب خود را فرو ببریم با اون اسلوب هایی که پیشتر در برنامه گذشته آستانه درباره چگونه از غضب خود را دور کردن صحبت کرده بودیم. بعد از اینکه غضب ما فرو رفت و عقلمون در جایش هست، درست‌تر باز درباره خطاگی کودک فکر کرد و بعداً جزا داد. برای اون که چه خیلی که پیشتر هم گفتم، گاهی یک خطای کوچک را مثل یک دنیای بزرگ به چشم خود نشان میدهیم، البته با اون وسوسه و با اون غضب خود، و کودک را شاید به خاطر یک طبقه که شکست یا اینکه در مکتب کسی را زد به خاطر اینکه خودش مظلوم بود یا یگان چیز دیگری که آنقدر جزای سخت نمیخواهد، جزای سخت‌تر میدهیم. و این اسلوب باور کنید در اصلاح شدن کودک هرگز کمک نمی کند. کودک از این هم بدتر می شود. شاید مدت این رو ترک کرد و بعد از این عیناً همین اسلوب رو تمام عمرش کودک استفاده می کند. و هر دخترکی که از خورده در خانه با کوچکترین خطایش، برای شکستن پیاله، برای چای رو ریزانیدن، برای وقتی خوراک خوردن اونقدر به نظافت نگاه نکردن، یعنی برای خطاگی های کوچک داد و فیغان و دشنام شنیده است و تمام عمر داد و فیغان و دشنام را عادی قبول می کند. به سر او هر کسی که دشنام کرد و تحقیرش کرد پروایی ندارد، برای آن که همین چیز را در خانه دیده بود. و برعکس خودش هم با فرزندان خود، با همسر خود، اگر مبادا همسرش از عائله محترم باشد، دیگر به سر آنها بلا می شود که از اولین روز فرزنداری دیگر به داد و فیغان و حقارت و دشنام شروع می کند. و باور کنید خواهرانی هستند که حتی کودکی 1 هفتینه 2 هفتینه خود را با شرطه می زنند و کودک 1 ماهه و 2 ماهه خود را پدرت گویان یا چیز دیگر گویان دشنام می کنند. وقتی فهمیدید مادرشان هم در وقتش چنین بودند و چنین تربیت گرفتند. پس اساس خطاگی شاید در آن باشد که اسلوب تنبیه دادن و اسلوب جزا دادن در بسیار پدر و مادران ناعادلانه گفتیم هست، یا اینکه گمان میکنیم که جزا دادی حتما اول عصبی شد و با عصبانیت خود داد و فیغان با چشمهای سرخ بالای فرزند و علل خصوص اگر فرزند 2 ساله باشد، 3 ساله باشد، کودک معصوم کوچک که خطاگیش را عموما نفهمیده میکند، میرویم و نمیدانیم که آینده این کودک را با این کارمون چقدر زیر خطر برده ایستادیم. اما درباره خود اسلوب جزا اینجا که حدیث خیلی عجیب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند علق الصوت حیث یراه اهل البیت ببخشید فانه ادب لهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شمایان در کنج خانه خود یک چوب دستی را آویزان کنید تا اینکه فرزندان شما آن را دیده بترسند. یعنی وقتی کودک خطاگی میکند دویده رفته او را بزدن شروع نکنید، فقط چوب دست را نشان دهید که با همین تو را میزنم اگر دوام دادی. برای اینکه در بعض سن و سال کودک گپ را نمیفهمد، یگان اسلوب را نمیفهمد، فقط بعضی کودک ها البته از راه زدن میترسد و اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نزنید، فقط همون چوب دست را نشان دهید. پس باید این را بدانیم که در وقتی جزا دادن اول شده عصبی شدن نیست، اول شده زدن نیست، اول شده داد و فیغان و تمام دشنام را به دهان آوردن و حتی دعاهای بد کردن و تحقیر و طعنه کردن و تو پیشتر هم این بودی و کردی و اینو و آنی و یعنی همه این چیز را بالای یک کودک نبرداریم که اینها همش پیش از همه ظلم است و گناه است. دومش هم به خود صحتی ما و هم به کودک و آینده کودک خیلی ضرر میرساند. اما درباره اسلوب جزا می شود که مثلا الان خصوصا در همین سالها مشکلی اکثر پدر و مادرها با تلفن است. میگویند هرچی میگویم تلفنش رو کنار نمیگذارد، هرچی میگویم پلنشت رو از دستش نمیماند، من چیکار کنم؟ مجبور میشم رفته میزنم. یا بعضیا میگن تلفنش رو شکستم، بعضیا میگن پدرش تلفن رو گرفت و از
دیگر پنجره پرت کرد و از این چیزها، در این وقت ها می شود که از تلفن محرومش کرد یا از یگان چیزی دوست داشتهش محروم کرد. کودک را فقط اولین راه زدن و حقارت و دشنام نه، می شود که در با دیگر کارهایی که در حقیقت به او تاثیر می کند. کودک هایی هستند که از دستشان برای هر یک خطاگیشان تلفن رو گرفتید، این یک ضربه و یک تاثیر سخت است. کودک هایی هستند که اگر یک دو روز با آنها صحبت نکردید یا یگان جایی که دوست می دارند، کسی که دوست می دارند با آنها قهری شد، دیگر برایشان یک درس عبرت می شود که اینجا باید پدر و مادر، البته که چون پدر و مادر هستند، باید فرزند خود را شناسند که از کجا این فرزند را ما می توانیم اصلاح کنیم. پس مسئله جدی دیگر علل خصوص در مادرها این است که به هر کوچک و بزرگ صدا بلند می کنند. خواهرهای هستند که می گویند من به دشنام صحبت کرده نمی توانم، لیکن دشنام های خیلی شدید نه و خر و گاو و از این چیزها. و برای هر یک خطاگی کوچک، در رو سختتر پوشیدی، شتاب آمدی، سست رفتی، بیا، یا دویم بار هم حتی با دشنام صدا میکنند. و شاید که این همه دشنامگویی و زورگویی هایی که الان در جامعه ما هست از همین تربیه مادرها باشد که بعضی ها برای خود الکی دشنام را یک صحبتی عادی عائلوی گمان میکنند. و اینجا خیلی که پیشتر هم گفتیم کودک اول شده مثل مادر از او هم بدتر دشنامگو می شود، دیگر تا آخر عمرش از زبان او فقط دشنام شنیده می شود. و عزیزان شاید خودتان هم چندین بار شاهد شده باشید، بعضا دو برادری درست رو می بینید که با هم در یگان شبکه اجتماعی با هم صحبت دارند، کمی به نظام می روند، دیگر هر دو مثل آب به دشنام گفتن شروع می کنند. اول شده سببش در آن است که در خانواده اینها از این دشنام ها بود که آنقدر برای آنها دشنام کردن آسان است، وگرنه نفرانی که در عائله خود از خردی به دشنام بزرگ شدن، هر کسی که آنها را دشنام کرد میگویند تو هر چی گویی بگو، اما زبان من به دشنام نمی رود چون من اهل دشنام نیستم و برای خود اجازه نمیدهم که مثل تو به دشنام آلوده شوم، اما تو هر چی میخواهی از دشنام بگو. اما در ما از دو طرف، از سه طرف، از چهار طرف هم بعضا دشنام رفتن میگیرد. برای این حتما باید در آن است که خودی نفرانی که در خانه زیاد فرزندان خود را دشنام میکنند یا صدایشان را زیاد به فرزند بلند میکنند، پدر و مادر علاوه خصوص خواهران عزیز بدانید که دیگر قدر در نزد فرزند نمیماند، دیگر شما عزت خود را میدهید و آن صدا بلند کردن شما برای فرزندتون عادی می شود. از این به پس هر چی صدا بلند کردید هم برای او اهمیت نیست، برای اون که شما خیلی زیاد صدا بلند کردید و برای کودک این چیز عادی شد. و دشنام هم همین خیل اونقدر زیاد دشنام کردیم که دیگر برای کودک عادی شد و از هر نفر دشنام رو مثل یک سخن عادی میشنود. و حتی خواهرانی هستند که با پدر و مادر و خواهر و چیزهای دیگر شوهرشان دشنام کند هم خنده کرده می ایستند، یعنی هیچ تاثیر ببخشید به آنها نمی رسد، هیچ خفگی یا اینکه اعتراضی که تو با من صحبت کرده ایستاده نباید چنین صحبت کرده ایستاده نیست. سببش در آن است که از خردی با دشنام بزرگ شدن و برایشان عادی است. پس صدا بلند کردن و دشنام های دائمی هم قدر و عزت خود والدان را میبرد، هم به خود پدر و مادر گناه است و ضرر دارد، هم به آینده فرزند خیلی خیلی زیاد ضرر میکند که اول شده بد اخلاق بزرگ میشود، دوم شده و دیگر همه حقارت و دشنامی همه را میتواند تحمل کند و به کسی اعتراض نکند. و اینجا نمیگویم ترسو است، نه ترسو نیست، به این چیز عادت کرده است. و البته که اینجا چیز دیگر شاید از این هم یکی از مسئله های مهم باشد، باید پدر و مادر تا می توانند به دنیای کودک خود داخل شوند. این از کجا هست؟ مثلا بعضی پدر و مادر میگویند من کودکم چی کار میکند، چگونه مکتب می رود، با کی می نشیند، با کی دوست است خبر ندارم، می رود می آید، با من هم کم صحبت می کند، من هم اصلا وقت ندارم برای اون که با او زیاد صحبت کنم، برای اون که شاید با تلفن با نفران دیگر خیلی زیاد صحبت دارند و من از فرزندم دور هستم و میدانم که پنهانی کارهایش هم هست، علل خصوص
بعد از 10 ساله 11 سالگی اگر فرزند در نزد پدر و مادر خود مکانی امن و امان پیدا نکرد و از آنها حمایه کافی را ندید، آن حمایه را کودک که هست و او محتاج حمایت دیگران است از یگان نفری بیگانه میکوبد و شاید به دوستش خیلی میچسبد، از دوستانش دور شدن نمیخواهد، شاید به یگان همسایه و علل خصوص در دخترچه ها که خیلی مسئله جدی هست که شاید با یگان مرد بیگانه الکه یگان رابطه پیدا کنند. برای اون که کودک ما از ما دور نشود و این اول شده خطر به ما، یک ننگ به پدر و مادر است که مثلا پسرچه یا دخترچه وقتی به او پول در کار می شود به پدر و مادر جرأتی گفتن ندارد و دویده رفته به همسایه میگوید، بعضیش به بابا و بیبی میگوید، بعضیشان حتی دزدی میکنند. برای اون که در این مسئله ها با پدر و مادر هرگز صحبت هم نکرده بود و این چنین جواب رد هم گرفته بود و برای دوچار نشدن به چنین حالت ها، اگرچه او کودک است و ما بزرگ هستیم، در بعضی مسئله ها مثل کودک اگر او غمگین است ما هم خود را دیگر غمگین سازیم که برای تو یکان مشکلی شده است و یا یکی گفت که اصلا مسئله کوچک است و اما کودک گریه میکند، نباید پدر و مادر خخاس زده خنده کنند که برای همین هم گریه میکنی احمق، دیگر گریه نکن. شاید در دنیای کودکی اون مشکلی برای او خیلی بزرگ است، مثل شکستن بازیچه یگان چیزی دیگر و در این حالت ها برای نزدیک شدن به فرزندان و شاید کلید رابطه قوی داشتن پدر و مادر با فرزند در همین باشد که باید نزدیک شوند و از لحاظ خودی گفتیم اینکه او بزرگ است و من کوچک هستم، نه، باید مثل کودک در بعضی مسئله هایش علل خصوص دنیای کودکانش باید پدر و مادر وارد شوند، مسئله هایی که او میخواهد در آن باره صحبت کند شتاب نکرده و گپ او گوش دادن و این چنین بعضی مشکلی هایی که برای او جدی هست مثل جدی مشکل بودن با او صحبت کرده، گوش کرده، به او راه نشان دادن و علل خصوص در خرید بعضی چیزها از او فکر گرفتن و یا از حیات کودکانه خود بعضی اشتباههای خود بعضی کارهای قهرمانانه خود به او ذکر کردن، دیگر کودک دوست نزدیکش پدر و مادر می شود و در تمام مشکلی هایش دویده آمده با پدر و مادرش مشورت میپرسد. اینجا دویده آمده پدر و مادر رو با کمک جیغ زدن این مسئله دیگر است، با این صحبت میکنیم که این عموما ارکگی هست که در هر یک خطاگی بیاید پدر و مادر به حل کن این مسئله ما رو گوید. نه، مسئله ما در مسئله این که کودک آمده در مشکلی هایش از مشکلی هایش با پدر و مادر صحبت کند و راهی حل را در نزدیکان خود پیدا کند و اینجا باید با کودک برای نزدیک شدن حتی 3 ساله باشد هم 4 ساله باشد هم 5 ساله باشد هم در بعضی مسئله ها جدا صحبت کرد و اینجا بهترین الگو شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند که قصه خود عبدالله ابن عباس است که هنوز پسر بچه بودن، یعنی جوان نبودن، کودک هم نبودن، گفتیم 10 ساله 11 ساله پسر بچه. میگویند حدیث در مسند امام احمد و ترمذی هست که تقریبا شاید همه شنیده باشید، باز یک بار دیگر ذکر میکنیم. عبدالله ابن عباس پسر بچه بودن و میگویند من در پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم در شتر نشسته بودم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفتند یا غلام، ای پسر بچه، تو الله را حفاظت کن، الله تو را حفظ میکند. معنیش این است که تو به یاد الله باش، همیشه الله را ذکر کن، الله را فراموش نکن، الله هم تو را هرگز فراموش نمیکند. یا خود به الله پناه ببر، الله به تو پناه میدهد. و در دوامش میگویند همیشه به یاد الله باش، میبینی که الله رو برویت هست، یعنی دعایت رو میشنود و در مشکلی هایت گویا همیشه باید اول شده پروردگار در یاد تو باشد که تو باید از پروردگار کمک پرسی. و در دوامش میگویند و اذا سألت فاسأل الله، اگر چیزی را از کسی پرسیدنی هستی تو از الله بپرس، از مردم چیزی نپرس، نزدیک کسی سرخم نکن، الله را پرس. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر
از چیز پناه طلبیدن میخواهی، برای خود پناهگاه میخواهی، این رو هم از الله طلب کن. و در دوامش شجاعت رو به یک پسر بچه یاد میدهند. میگویند بدان که اگر تمام مردم جمع شوند تا که به تو کمک رسانند، کسی به تو کمک رسانیده نمیتواند اگر در تقدیرت این چیز نباشد، مگر آن چیزی که در تقدیر است همان به تو میرسد. و برعکس این، و بدان که اگر تمام مردم به تو ضرر رسانیدنی شدن، کسی به تو ضرر رسانیدن نمیتواند مگر اینکه آن چیزی که در تقدیرت باشد آن را تو میبینی. و بدان دیگر قلم ها برداشته شده است، صحیفه ها خشک شدند و تقدیر نوشته شد. اگر به خود این صحبت پیامبر با یک پسر بچه گفتیم 11 ساله و کوچک نگاه کنید، کاملا جدی با یک پسر بچه در مسئله عقیدوی و این چنین آموختن جرأت و شجاعت صحبت میکنند. آیا از ما باشد مادری که و دخترش چنین گفته باشد، یا پدری که پسرچه 11 سالش را دستش را گرفته باشد، گفته باشد که پسر جان در همه چیز به خاطر در یادت الله باشد، بدان که در کمک تو هست و هرگز نزدیک کسی سرخم نکن و همیشه بدان که کسی به تو ضرر رسانیده نمیتواند. خودت شجاع باش و همیشه باید پناهگاه تو، پناه دهنده تو پروردگار باشد. و این صحبت خیلی یک صحبت جدی هست که حتی همیشه نفران بزرگ از این قصه میگویند و به مردم وعظ میخوانند، اما بدانید که مخاطب همین کلام این یک پسر بچه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا با او صحبت کرده بودند. پس برای اون که کودک ما خودش را اول شده بالا داند و این چنین کودک بداند که در نزد پدر و مادر قدر دارد، پدر و مادر او را میشنوند، به گفته او گوش میدهند، اهمیت میدهند. سخن کودک برای پدر و مادر جدی هست و اهمیت دارد. باید پدر و مادر به دنیای کودک خود وارد شوند. کوچک هستی، وقت بزرگ میشوی دیگر صحبت میکنیم. الان من وقت ندارم، پسرم رفته با همسنفانت صحبت کن، دیگر کسی پیدا نکرده که با من صحبت کنی. اینها همه کلام هایی هستند که تا آخر عمر کودک خودش را در مسافه از پدر و مادر میگیرد، برای اون که هر باری که در مسئله میخواست با پدر و مادر صحبت کند، پدر و مادر به او میگفتند که گویا تو فرزند هستی و ببخشید ما پدر و مادر هستیم و اصلا لایق گپ زدن و از این چیزها نیستی. و حتما باید وارد شویم به دنیای کودکان، به آنها نزدیک شویم، همراهشان خندیدن گاه خندیم، گریستن گریم و حتی چیزهایی که عموما پوچ است اما در بارش صحبت میکنند جدا گوش کنیم و به آنها حق دهیم که درد دل را گویند. و حتی در بعضی از مسئله ها میتوانیم از بعضی مشکلی ها هم با آنها صحبت کنیم که بدانند که آنها هم از اهل راز هستند، ما نیز از اهل راز می باشیم. و چیز دیگر البته اینجا که گفتیم چنان با کودک نزدیک شویم که کودک مشکلی هایش را گوید، اما چنان نباید کرد که کودک دیگر به درجه رسد که فرزندکی پدر و مادر شود و هر مشکلی که هست خودش از عهده حل کردن او نبراید و دویده آمده به پدرش بگوید که بیا مشکلیم را حل کن، و یا به مادرش بگوید. این چیز یعنی در همه مسئله دخالت کردن پدر و مادر به امور کودک و حل کردن کل مشکلات کودک سبب می شود که تمام عمر فرزند به کسی وابسته باشد. از همین جاست که بعضی مردها حتی بعد از 30 سالگی هم اگر با همسرشان مشکلی شد اول شده به مادر و پدرشان زنگ میزنند که در خانه هم کلی نتون چونین گفت چی کار کنم. برعکس زنک الکی 50 ساله شده است، در خانه مشکل شد گریه کنان به خانه برادرش می رود و یا گریه کنان به نزد پدر پیرش می رود که بابا جان دیگر کمک کنید، در حالی که خودش هم اگر کمی فکر کرد حل کرده می تواند. پس به سن سال کودک نگاه کرده و البته که با برکشیدن به کدام کارها او لایق است باید کودک را مسئول بعضی کارها کرد.
علل خصوص جنگ و جنجال هایی که با همسنفانش میکند و کودک خودش هم میتواند از خود دفاع کند یا با همسایه ها میکند، باید پدر و مادر بگویند که این مسئله را خودت حل کن، ولیکن من برای خود اجازه نمیدهم که بروم و طرف تو رو گرفته یگان دوستت رو زنم یا نفر دیگر رو زنم. پس در همه کار، یعنی 100% همه کاری کودک رو به گردن گرفته، حتی وظیفه خانگی کودک رو خودمون اجرا کرده، با دوستش جنگی شد رفته با دوست او جنگی شدن. و بعضی ها هستن که حتی کودکی تو صنف 11 شده رو به همه کارهای خفه شوی و خرسند شویش داخل شده، با جوره های او جنگ می شوند با دوگانه ها. این تماما کودک را دیگر ترسو می کند، همیشه وابسته پدر و مادری خود می ماند. البته با آنها صحبت کرد، به آنها مصلحت داد، اما بعض مسئولیت ها را تو دیگر می توانی این را کنگویان باید به خودی دوشی کودک گذاشت. و چیز دیگر البته اینجا پدر و مادر نگذارند که کودک نسبت پدر و مادر و بزرگان به احترامی کند. در بعضی از عائله ها آنقدر فرزند را دوست می دارند، علل خصوص فرزند یکم باشد یا بعد از یک چند سال تولد شده باشد، آنقدر به او مهر و محبت زیاد می دهند که کودک هر به احترامی که بالای مادر علل خصوص کرد یا بالای برادر و خواهر بزرگش کرد، کسی او را جزا نمی دهد و حتی پس از پیری هم او برای خود اجازه می دهد که هر کسی که ضد سخنی او شد یا با قول او موافقت نکرد، با او جنگ و جنجال و زورگویی کند. و پدر و مادر از خوردی این چیز در فکر باشد که اجازه نمی دهیم که تو به بزرگان به احترامی کنی یا اینکه به کسی ظلم کنی، به این جزا میگیری. البته جزا به خود کودک موافق و به این چیز کسی به تو خنده هم نمی کند و کسی به تو اجازه هم نمی دهد، علل خصوص در امور خانوادگی، در معامله با بزرگان، در معامله با نفرانی که سن و سالشون بالا است. البته که حق را باید کودک گوید، مقصدش را گوید، اگر او حق است بگوید، اما نه اون درجه که دشنام کند بزرگان را، حتی دست بردارد بالای برادری خود یا بالای سر خواهر خود و هر چیزی که میخواهد به دهانش آرد که برای او این چیز اجازه داده شده است. در این وقت برای نااحترامی برای این کارت حتما از خود خانواده باید فرزند جزا گیرد. و البته که نکته دیگر این خودی ما هستیم عزیزان، که پدر و مادر اگر خودشان نمونه و یا الگو نباشند، برای فرزند نصیحت آنها تاثیر نمی کند. زمان نصیحتگر تاثیر می کند که خودش دست به عمل باشد. پدری که تمام روز در دستش تلفن است یا از کار می آید و به همه السلام می گوید و تلفن می گیرد، حق ندارد به فرزندان بگوید که تلفنت را مان. یا مادری که خودش تمام روز عصبی هست و دست به کتاب نمیزند، نمیتواند به فرزند بگوید که کتاب خوان، برای اون که خودت که نمیخوانی چرا من بخوانم، یا چرا تو همیشه در دستت تلفن است و مرا من میکنی. پس الگوی اساسی در این عملها پدر و مادر هستند. هر چیزی که در فرزند خود میخواهیم باید که اون چیز در ما باشد، از راستگویی باشد، از اهمیت دادن به وقت باشد، دیگر از تمام عملها. که اینجا اکثر مشکلی در پدر و مادران در آن است که اون چیزی که خود عمل نمی کنیم، لما تقولون ما لا تفعلون، میگوییم و این رو بکن آن رو بکن، به فرزندان خود امر میکنیم. و وقتی که پدر و مادر، بعض فرزندان هستند که به آنها چیزی گفتن حتمی نیست، آنها همه چیز درست رو الکی گویا میدونن و وقتی کفت و کوب میکنید میبینید که سبب اساسی پدر و مادر هستند. در پدر و مادر این را دیده هستند و نگفته هم الکی تقلیداً اون اخلاق خود را برای خود کسب کردن. یعنی یک اخلاقی خیلی خوب دارن، کسی به آنها یاد نداده است. مثل بعضیا میگن من به فرزندم کتاب خوان نمیگویم، اما همیشه کتاب میخواند. وقتی میپرسید که از کجا این کرامات، میبینید که یا پدر یا مادر در خانه همیشه کتاب میخوانند و این را فرزند دیده است و دیگر این الگوی پدر و مادر را برای خود نمونه حیاتی قرار داده است. پس در هر عمل، در هر یک کاری که میخواهیم که فرزند ما صاحب آن باشد،
پدر و مادر باید اولا، البته این آسان هم نیست، با مجاهده نفس دست به کار شوند و خودشان الگوی حقیقی باشند. و چگونه که گفتیم، اگر کودک در پدر و مادر دید، گاهی می شود که حتی به گفتن شما، به امر کردن شما هم مجال نمی ماند. خودش می گوید پدر می خواهم مثل تو باشم، مادر من می خواهم مثل تو باشم. البته که اگر با شما رابطه خوب داشته باشد. اما پدر و مادر کتابخوان و عالم گفتیم یا چیزی دیگر، اگر با مسئله در تربیه با فرزند مشکلی دارن، نسبت فرزند به احترامی میکنن، در اینجا بعضی فرزندها میگویند هر کی باشم اما مثل پدرم شدن نمیخواهم یا مثل مادر شدن نمیخواهم، برای آنکه در پدر و مادر خود الگوی خوبی ندیدن. همیشه درباره احترام پدر و مادر صحبت میکنیم، مسئولیت پدر و مادر صحبت میکنیم و باید بدونیم که اگر عملا این کارها رو نکردیم، این گفته های ما هیچ ثمره نمیدهد. و این بود عزیزان درباره ملخص بهترین روش ها برای تربیت فرزند، اگرچه خیلی روش های دیگر بود، ولی انشالله در یکی از برنامه های دیگر باز درباره این موضوع ها مفصلا صحبت میکنیم. حالا باشد به سوال ها پرداز میکنیم. اولین سوال: امروز جامعه کثیف شده است که تربیه را از جامعه میگیرند. آیا یگان راه دیگری تربیه وجود دارد؟ البته که خودی جامعه و یا گفتیم بیعه هم میگویند در زبان عربی تاثیر گرد و اطراف به فرزندان خیلی خیلی از تاثیر عائله هم الان زیادتر میرسد. برای این پدر و مادر اول شده خیلی کوشش میکنیم برای خرید خانه، برای خرید ماشین، برای پسنداز. اونهایی که شرایط دارن البته به جای باید خود را جایگیر کنند که اطراف آنها یا جامعه آنها جامعه درست باشد، اما خیلی کم است جامعه اصلاح شده. برای این فقط کوشش میکنید که دوستانی درست پیدا کنید برای فرزندان خود و در خانه هم زیادتر همراهش صحبت کنید و البته که به مسجد باشد یا بعضی دانشگاه هایی که در آنجا بعضی رفیقانی خوب پیدا کرده میتواند و او کمک میکنید. اما در حقیقت جامعه خیلی خیلی تاثیر میرساند و علل خصوص جامعه غیر مسلمانی که اکثریت ما مهاجر هستیم، برای کودک ها تاثیرهای منفی خود را دارند و مسئولیت پدر و مادر از پیشتر هم خیلی بزرگ شده ایستاده است. سوال دیگر: همه رقاصه و رپر شده اند، با این جامعه آینده ما چی می شود؟ دخترها تلفن به دست، دیگر تعلیم و تربیت تماما مشکل شده است. البته که این چی گویم یک غزوی ثقافی میگویند، جنگ فرهنگی که این کار رو غرب به راه ماند و پیروز هم شد. امروز وقتی میبینید شاید یک برنامه تربیوی 2000 و 3000 تا 5000 بیننده باشند، اما یک رپسرا یا رقاصه که دیگر اوریان است و رقص میکرده آن را شاید شیطان هم از آن شرم دارد، تا 2 میلیون نفری تاجیک و دختر بچه های تاجیک میبینند و لایک هم میگذارند و پست هم میگذارند آنجا. پس ببینیم که تا چه اندازه خودی فساد در جامعه ما پهن شده ایستاده است. برای همین پدر و مادر وقتی که تلفن خریده به فرزند خود میدهند، حتما باید آن تلفن را مراقبت کنند. حتما باید بدانند که کودک چی گوش میکند، چی میبیند، با کی صحبت میکند. و حتی بعضی کودک ها، ببخشید دخترک 13 ساله به خود اجازه میدهد که به تلفن خود کد ورود ماند که پدر و مادرش داخل شده نتوانند او چی دید و چی گفت دیده نتوانند. و اکثریت فساد جامعه امروز از این کارها شده ایستاده است. و دخترای تاجیک رو میبینید که همه کارو برآمده در یوتیوب در دیگر چیزها میکنند و کسی نیست که برای آنها چیزی گوید، اما نفری که میبراید و از اصلاح جامعه گپ میزند میگویند خائن است و دشمن کشور است و مردم را دیگر زهر آلود کرده ایستاده است و از چیزهای دیگر. لیکن پدر و مادر به این چیز باید خیلی و خیلی از حاضر باید اهمیت دهید. اگرچه حاضر خیلی سبک است، فردا میبینیم که این تلفن چی بالای سر پسر بچه ها و دختر بچه ها نمی آورد. سوال دیگر: برای جزا دادن من فکر میکنم باید در هر یک خانه 19 تری ارغمچین آویزان باشد.
کودک با دیدن نوده تر از بی‌آدابی حذر میکند. درست میگویم؟ شاید درست گوید. شاید بعضی کودک ها هست که اصلا برای آنها نوده چیزی لازم نیست، فقط با یک جزای دیگر مثل قهری شدن، مثل او را به جای نبردن اصلاح میشوند. اما بعضی کودکایی هم هست که تا شرطه نخوردن آدم نمیشوند، برای اینکه از خوردی چنین با او مناسبت کردن. کودکی که تولد شد او عموما معصوم است، مثل آینه است، اما معامله پدر و مادر در خانه سبب می شود که کودک به چی چیزی یا در بعضی خانه ها به چی جانوری تبدیل می یابد. السلام علیکم. اگر در محیط افلاس و کفر فرزند صالح به وایه و تربیه خوب داده می شود یا نه؟ و علیکم السلام. پیش از همه خیلی که گفتم، اگر در حقیقت محیط افلاس و کفر دارید، کوشش کنید که از آنجا هجرت کنید. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. عنایت پروردگار است که آیا زمین الله وسیع نیست که از به آنجا شما هجرت کنید. اگر چنین است، اما گاهی می شود که شرایط ندارید، علاج نیست، اما اگر کوشش به خرج کنید می توانید انشالله فرزندی صالح تربیت کنید. چگونه که بسیاری از علمای ما در شرایط امروزه از غرب هستند یا از در کشورهای مثلا اروپا و امریکا در آن محیط هستند و دعوت کرده ایستادند و خیلی انسانهای صالح هم هستند و کم هم نیستند. سببی کودکی که از گپ خودش را گفتن هراس دارد چی باشد؟ البته سبب در آن است که به کودک فرصت گپ زدن ندادن و هر کودکی که به او فرصت گپ زدن ندادن و علل خصوص اگر یگان خطاگی کرد و خطاگیش رو بیان کردنی شد، بالایش داد و فغان کردن که بس کن، صداد رو بلند نکن، من میدانم انا این کودک تمام عمر از صدایش رو بلند کردن میترسد. و پیشتر هم گفتم که خواهرکایی هستند که همه ظلم رو تحمل میکنند و صدا بلند کردن نمیتوانند. از کودکی چون همین گونه مناسبت را دیدن و گویا که سکوت برای آنها این راه حل است و می شود با این مسئله را حل کرد. و برای اینکه کودک گپش را گفته تواند، در بزرگی هم در همه جا هم اگر خطایی کرد یا اینکه مسئله را میگوید، اگرچه مسئله احمقانه کودکانه است میخواهد بیان کند، حتما گوش دهید، حتما یک مدت کوتاه، فرصت کوتاه را برای کودکچه داده شود که گپ‌هایش را بگو و بعضی سوال‌های عادی میتواند با کودک صحبت کنیم و کودک را دیگر به گپ زدن و فکرش را به بزرگان بیان کردن کمک کنیم. سوال دیگر، برابر حقوقی در تربیت فرزند بسیار وقت رعایت نمی شود. یک فرزند را در نزد دیگرش لاف می زنند، دیگرش را پست می زنند. آیا همین بر روحیه کودک تاثیر می کند یا نه؟ البته که تاثیر می کند. پیش از همه این گناه است و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند اتقوا الله فاعدلوا بین اولادکم. از الله بترسید و بین فرزندان خود عدل را رعایت کنید. حتی پسر و دختر نباید دختر را برای دخترچه بودنش، پسر را برای پسرچه بودنش از هم جدا کرد و این برای فرزند خیلی تاثیر میرساند. پیش از همه دشمنی برادرش می شود. یعنی وقتی دو برادر را یکیش را در نزد دیگر تعریف میکنند، اون نفری که شنیده ایستاده است و او هم میخواهد او را تعریف کنند، او هم بعضی از صفاتهای خوب دارد اما او را نمیگویند، او بدخواه برادر دیگرش میشود که چرا تو را فقط میگویند و مرا نه. و بعضی از بدبینی ها، زن و زنی ها در خانه تا بزرگی عداوت و دشمنی بین خواهر و برادر از همین ناعدالتی بین فرزندان می شود که پدر و مادر به یکی زیادتر اهمیت می دهند، حق دیگری را کم می کنند. در نتیجه فرزندان هم پدر و مادر خود را با کینه نسبت پدر و مادر خود بزرگ می شوند، هم خواهر و برادران خود را دوست نمی دارند که او را دوست می دارد و مرا نه. با کتابخوانی چه خیل کرد فرزند را هوسمند کنیم؟ باذن الله در این باره یک برنامه کامل میگذاریم برای آنکه چگونه هوسمند کردن با کتابخوانی این یک مسئله وسیع است. اما چگونه که گفتم شما خودتان کتاب خوانید میبینید که فرزندتان کتاب خوان میشود. هر پدر و مادری که کتاب میخواند، به الله قسم کودک 1 ساله حتی وقتی میبیند که پدر و مادر در خانه کتاب میخوانند، او هم به کتاب دست میزند. اما پدر و مادر کتاب به دست نمیگیرند، در خانه کتاب وجود
وجود ندارد و فرزند را میگویند کتابت را خوان و میگه چرا من، هر دو تو چرا بزرگ هستی و نمیخونی؟ اگر اینقدر فایده داشته باشد چرا شما نمیخونید؟ اولین چیز خودتون کتاب خوانید. دومین البته که کتاب خودش چی هست، برای این باید فرزند درباره‌اش معلومات داشته باشد. وقتی با فرزند خودش نشسته کم کم کتاب میخونیم یا گاهی به کتاب خانه میبرید، دیگر او هوس و دوستداری کتاب در او پیدا میشود. اما چگونه کنیم که خودمون هم کتاب رو دوست داریم، کودک‌ها هم کتاب رو دوست دارند؟ انشالله در یکی از برنامه‌ها با هم باز مفصلا صحبت میکنیم. همین زنکی جنگره همه را جزیر میکند، پیش کودکاش مردکش به گپ میگرداند، آبروی شوهرش میرزاند. البته که زنی جنگره داشتن این خودش یک مصیبت است، چگونه که زنی آرام داشتن یک نعمت برای هم همسر و هم فرزندان است. و زنهای جنگره پیش از همه خودشان رو خراب میکنند، عصب خودشان رو خودشان بیمار میشوند و البته به فرزند و به همسر خود هم ضررهای میرسانند، خواه روانی باشد خواه جسمانی، که دیگر سال از سال این چیز زیاد شده ایستاده است و نفرانی به بیماری های اعصاب گرفتار شده هم زیاد شده ایستادند. سببش در این است که ما به جای اینکه خود را کنترل کنیم خود را بدتر کردن را دوست می‌داریم. سوال دیگر، فرزند را ارکه کردید از بلا میمانید، افسانه بزکی جنگلپان نقل نکنید، یگان فایده ندارد. اگر فایده نداشته باشد شما اینجا چیکار میکنید؟ سوال کننده عزیز، اگر فایده نداشته باشد مرحمت به کانال دیگر وارد شوید، کسی شما را به اینجا جیغ نزده است. سوال دیگر، الله گذشته های شما را رحمت کند، اپا من پسردار شدم، میخواهم نامش را شما گذارید. التماس الله گذشته های شما را هم رحمت کند، اما برای پسرچه‌تان نمیدونم کدام نام را میگذاشته باشیم و انشالله که من در واتساپ باشد نام ها را می نویسم و به کارگرها روان میکنم و شما رقمتان را در آنجا گذارید. یک چند نام را روان میکنیم، از بینش یک تاش را انتخاب میکنید و تا این پروردگار فرزند شما را فرزند صالح گرداند. اللهم انبته نباتا حسنا، فرزند صالح شود که از نعمت فرزند بودن آن تمام عمر انشاءالله و حتی بعد از دنیا هم بهره مند گردید. و اینجا بود عزیزان در برنامه امروزه. باز در برنامه‌های دیگر در بعضی از مسئله ها، در دروغگویی فرزند و این چنین نفران دروغگو، انسان‌های دروغگو از کجا دروغ میگویند، چه سبب میشود و باز درباره مسئله‌های مهم دیگر زندگی با هم صحبت میکنیم که انشاءالله هم برای شما هم برای نفرانی که بعداً میشنوند و البته برای خودمان مفید باشد و انشاءالله که اصلاح شویم و اصلاح کرده توانیم. وقتی خودمون اصلاح شدیم فرزندها رو میتوانیم اصلاح کنیم. وقتی فرزندی ما اصلاح شد البته یک عائله اصلاح می شود، بعد از این دیگر عائله، با همین میتوانیم جامعه را اصلاح کنیم. اما برای این حتما باید دست به کار شویم، نباید فقط شنویم و بعد از این تمام باشد. دیگر به پایان برنامه رسیدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.